ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که در پی زنازنی بین یک گروه جوانزنها که ساعت 2 شب 25 دکامبر در نزد طربخانه سمیر در محله گپرزیم پایتخت روی داد، 3 جوانزن از 22 تا 24 ساله دستگیر گردیده نسبت به آنها بر اساس قسم دوم ماده 237 کودکس جنایتی با اتهام اوباشی پرونده جنایتی باز کرد. اکنون به این 3 جوانزن همچون جزا تا 5 سال زندان تهدید میکند. ثبت ویدیوی جنگ بین جوانزنها به اینترنت روی یافته سر و صدای زیاد به پا کرد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت در نتیجه تحقیق معلوم شد که شهروندان زرینه کرخان و سال تولدش 1996 ساکن کوچه فردوسی پایتخت، فیروزه محمد موسی سال تولدش 1998 ساکن دیه پختکار نوعه رودکی و تاجنسا تقایبیک و سال تولدش 1996 ساکن دیه بلخی نوعه رودکی ساعت تخمینا 2 شب 25 دکامبر در نزد طربخانه سمیر واقع در محله گپرزیم ناحیه سینا از اشیاء اوباشی ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده شهروند شکرانه عزیزالله سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دیهاتی را مورد لطقوب قرار دادند. ملیسه پایتخت همزمان از رفتار بی‌طرفانه ازدحام تماشابینان با این زنک جنگ اظهار نگرانی کرده است، چنان از نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده برمی آید گرچند در اطراف نفران زیاد مناقشه این جوانزنها را نظارت می‌کردند، خود را بی‌طرف گرفته برای آرام و از هم جدا نمودن آنها کوشش نکرده، برعکس همچون تماشابین از زنازنی نامبردگان لذت می‌بردند که این عمل نوجوان مردانه اطرافیان را کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز محکوم کردند. گفته می شود در گزارش ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در ویدیو دیده می شود که 3 زن یکی دیگری را با مشت و لغت لطکوب دارند، ولی تماشابینان با نداهای بزنید باز هم بیشتر به ادامه زنازنی تشویق می کنند. با نظرداشت حالت مذکور نسبت کوبانبران کرخان و زرینه، فیروزه محمد موسی، تقایبیک و تاجنسا طبق طلبات ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد.